عزیزی که مخالفت میکنی با این برنامه از خدا بترسه. حالا چه عالمی، چه تاجری، چه امام مسجدی، چه هر کاری که هستی، دشمنو خوشحال نکن، از خدا بترس. تو که از این مراسم خدایی انتقاد میکنی، از خدا انتقاد میکنی. تو که نمیگذاری مسلمان ها جرم بگیرن، نمیشه که نامت مسلمان گذاشت. آیا مسلمانی باشه که رو به قبله بیسته 5 وقت مخالف با برنامه خدا و رسول خدا باشه؟ فردای قیامت چه جواب داری؟ وقتی کفن از تنت میفته و لخت مادرزاد در صحرای محشر از قبر بلند میشی، هیچ پارچی و لباسی بر تن نیست، لخت مادرزاد. زن و مرد مثل مور و ملخ